بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. آیه که حضورتون تلاوت شد در رابطه با شهدای احد است و الله تعالی جایگاه شهید و جایگاه آنانی که در راه الله کشته شدند در این آیه تذکره میکنه که کسی که در راه الله شهید میشه چه جایگاهی داره و چه مقامی داره و چه درجه‌ای دارد. حادثه‌ای که در دامنه احد پیش آمد خیلی برای مسلمانان سبب اندوه شد، سبب غم بزرگی شد. الله تعالی این شهدا که به بارگاه الله رفتن هم و اونجا او جایگاه را دیدن، او مقام را دیدن، او درجه را دیدن که الله تعالی به شهدا عنایت کرد. شهدا تمنا کردند که عزیزان ما و خویشاوندان ما و بازماندگان غمگینند و نگرانند و پریشانند و از حال ما به اون بازماندگان خبری برسه، اطلاعی برسه که ما در چه وضعیتی قرار داریم و چه جایگاه و شرف نصیب ما شده است و ما به کجا رسیدیم. و اونجا که اینها رفتند، این شهدا و اون عالم را دیدند، او جهان را دیدند، او اجرشون را دیدند و اجر مؤمنین، کسانی که با ایمان توی دنیا زندگی بکنند، کسانی که با عمل صالح زندگی بکنند، کسانی که
خدا را بندگی بکنن چه جایگاهی دارن. شهدا ای هم تمنا را کردن که وضعیت ما هم بازماندگان اطلاع بشن، خبر به اونها برسه و این جایگاهی که اونها دارن که با ایمان و عمل صالح بندگی میکنن خدا را، این اطلاع هم به اونها برسه که چه جایگاهی دارند اونها. و این شهدا چند از خوشحالن از ثواب و اجر خودشون، پاداش که به اونها رسیده و پاداش کسانی که پشت سر در دنیا هستند و به نیکی و عمل صالح مشغولن، اونها چه جایگاهی دارند. و الله تعالی ای آیه را نازل فرموده که شهدا را اولی نکتش اینه که شما اینا را خیال نکنید که اینها مردند. ضمناً این خدمت شما عرض کنن که منافقین و اونایی که ایمان نداشتند اونها حسرت و افسوس ظاهرن که مردم مفت و مجان کشته شدند و ضایعات بزرگی پیش آمد و لحاظا می گفتند اگر دامنه احد اینها نمی رفتند و به خانه ها می نشستند، جایی که منافقین به خانه ها نشستند، با حضرت رسول امرا شده از وسط رب برگشتند و گفتند که امروز مرگه، این جنگ نیست. چرا که جنگ نابرابره، مشرکین و مردم مکه زیادن، مسلمان ها کمن، توازن نیست. و لحظه برگشتن توی خانه. وقتی که این مؤمنین به قتل رسیدند و به کشته شدند، اونجا شهید شدند، اونا گفتن که اگر اینها حرف ما را قبول می کردند و در خانه می نشستند، خانه نشین می شدند، شهر را ترک نمی کردند به مقصد دامنه احد، اینها کشته نمی شدند. الله تعالی پاسخ اونها را هم داد و جایگاه شهید را بیان کرد و جایگاه مؤمنین را الله تعالی زبان و شهدا نقل کرد و وضعیت شهدا را بیان کرد که چند از خوشحالن برای عزیزانشون که پشت سر اونها به عمل صالح مشغولن، به عمل نیک مشغولن، راه خدا را ادامه میدن، حمایت را از دین ادامه میدهند، بندگی خدا را ادامه میدهند. لحظه برای اونها که در راه الله استقامت دارند، اینها را هم الله جایگاه اینها را هم الله اینجا تذکره کرده و اولی جمله شمینی که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، و اینها که در راه الله شهید شدند، مظلومانه کشته شدند. شهید اونه که مانند شهدای احد در راه الله جهاد کنه و در راه خدا دفاع کنه، کشتش بشه، و او هم شهیده که مظلومانه کشته بشه. حق کشتنش نبود، بر او خونش محفوظ بود، محظور الدم نبود، آدمی را نکشته، رهزنی نکرده، سرقت نکرده. او انسانی که حقش قتل نیست کشته بشه، اینها هم شهیدن. و لحاظا فرمودن شهدا را گمان نبرید که مردان، بلکه شهدا الله می فرماید زندان، بل احیاء، اینجا می فرماید زندان. و در سوره مبارکه بقره می فرماید اونجا که الله تعالی می فرماید بل احیاء ولکن لا تشعرون، شهدا زندان ولی شما زندگی اونها را نمی دونید. چرا که
او عالمی در یک عالمی هستند که کسی تا اونجا نرود مسائل و احکام اونجا را زندگی اونها را متوجه نمیشه. اونا در زنده هستند ولکن الله می فرماید شما زندگی اونها را درک نمی کنید. ما همین زندگی را که می بینیم درک می کنیم، چیزی که پشت پرده او را الله می داند، ولکن قرآن می فرماید شهید زنده. لحظه شهدا زنده اند. شهدا درسته بر سر شهدا موت می آید، یک زندگی دنیا قطع میشه، ولی اونها یک زندگی جدید حاصل میکنن، زندگی دیگری که ما او زندگی را درک نمی کنیم. قرآن می فرماید ولهذا وقتی که مسلمانان این آیه نازل شد، اولی خوشحالی بود که ما اینها را مرده حساب میکردن، گفتن اینا مردن، مخصوصا منافقین. و الله تعالی فرمودن که نه، اینها زنده. کسی که شهید شده اگر درست مرده ولی زنده شده به یک زندگی بهتر از زندگی، به یک زندگی که کیفیتش بهتره. در آنجا رفته زنده که نه غمی داره، نه غصه داره، نه مشکلی داره، هیچ، او راحته. حوران بهشتی شهید استقبال میکنند. وقتی که انسان شهید میشه حور میایم به سراغ او را بر میدارد. بسیار درجه عالی و بلند الله تعالی به شهدا عنایت کرده. بعد آیه بعدی می فرماید فرحین بما آتاهم الله من فضل. وقتی که اینا به بارگاه الله رسیدن، سبحان الله، چه فرحتی، چه خوشحالی اونها را دست داد. بسیار خوشحال شدند، خوشحالی بسیار بزرگی که این خوشحالی در دنیا قابل تصور نیست. این خوشحالی در دنیا ممکن نیست. خوشحالی که به شهید میرسه و وقتی که به بارگاه الله میرسه، الله را خوشنود میبینه، الله را راضی میبینه، الله رحمت خدا از او استقبال میکنند، حوران بهشتی از او استقبال میکنند و فرشتگان رحمت از او استقبال میکنند و آنچه که الله به او عنایت میکنه از اجر و از ثواب و از جایگاه، و الله از فضلش به اونها عنایت میکنه. اونها وقتی این جایگاه را دیدن، شهدای احد، خوشحال شدند و راضی شدند از پروردگار. شهید وقتی که از دنیا میره تمنا میکنه که منا پروردگارا برگردان در دنیا. الان که او میبینه که شهید چه ادرجه داره، چه جایگاه داره، چه درجه داره، شهید تمنا میکنه که یا رب منا برگردان تا من 2 مرتبه شهید بشم، بار دیگه شهید بشم. و برگردن. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه فرمودند که شهادت در راه الله مانند گزیدن مورچه است. مورچه اگر آدم بگزه چقدر اذیت میشه. بله، اما خیال میکنیم که کسی شهید شده، این خدا بدانه چه دردی کشیده. نه، این شهید به وقت میره این همین گزیدن مورچه در راه الله تعالی.
وقتی محبت خدا توی دله، وقتی تمنای شهادت که باید هر مؤمن تمنای شهادت داشته باشه و تشنه شهادت در راه الله باشه، و وقتی که میبینه اون بشارت ها را، لحظا نه سکرات سختی نه درد و بالاخره آسان الله شهید میبره. سیدنا رسول صلی الله علیه وسلم روز فرمودن والله سوگند یاد کردن که دوست دارم در راه الله کشته بشم، بعد زنده بشم، بعد کشته بشم، زنده بشم، بعد کشته بشم در راه خدا. حالا یعنی بار بار معنی حدیثی نه که در راه الله بمیرم، برای الله جانم را فدا بکنم و زنده بشم و کشته بشم و زنده بشم. این تمنای آن حضرته. سوگند یاد میکنه که مرگ در راه خدا محبوبه، مرگ در راه خدا برای الله. انسانی که هیچ جنایت نکرده، انسانی که هیچ گناه نکرده، بالاخره کشته بشه بدون گناه، بدون قتل، و لحاظا این شهیده و درجهش بسیار بالاست. والله خبر داد این قول شهدای که تمنا کردن که خبر برسه از وضعیت خودشون بازماندگان را، و خبر برسه که ما به چه جایگاهی رسیدیم و چه جایگاهی برای اهل ایمان الله تعالی اونجا تدارک دیده و در نظر گرفته است. قرآن اینه و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. خوشحالی کردن، اونها خوشحالن برای درجه و مقامی که برای اهل ایمان، کسانی که 5 وقت نمازشون میخوانن، کسانی که زندگی با ایمان اختیار کرده، کسانی که بندگی خدا را اختیار کردن، الله را بندگی میکنند، الله را عبادت میکنند، از نافرمانی خدا پرهیز میکنند، چه مقامی و جایگاهی الله برای اونها در نظر گرفته. این خبر هم رسید. مایه تسلی خاطر مسلمانان در مدینه منوره شد، مایه تسلی خاطر بازماندگان شد و از جایگاهی اونا مسلمان اطلاع شد. و روی اینی که عزیزان شهادت درجه بسیار بالا، شهادت درجه بسیار عظیمی داره، نصیب هر کس هم نمی شود مگر اینکه خواست خدا باشه. جمعه گذشته حرفای بنده را گوش کنید. جمعه گذشته به هر حال همه ما، همه مردم برای نماز آمدن، طهارت کردن، وضو گرفتن، بسیاری غسل میکنن که غسل هم سنته. و حالا چه زیبایی که کسانی که غسل میکنند و میآیند، دوش میگیرند، لباس نو یا لباس تمیز و شسته، بعضی عطر میزنن، چه خوب، مسواک میزنن، سنت عمل میکنن که کسی از بوی عرق چیزی اذیت نشه. و جمعه گذشته اینجا همه آمدن برای نماز. هیچ کسی از ما اطلاعی نداشت که اینجا چه مقدری هست و چه اتفاق پیش می آید. و به هر حال آمدن برای نماز.
و نماز بسیار با آرامش و با برگزار شده نماز. و نماز که تمام شد به هر حال این مردم همه تو کما فی السابق توی مصلی بودن، جایی که نماز جمعه برگزار میشه همین مصلی. و به هر حال تعدادی جوان رفتن نزدیکای پاسگاه بعد از نماز. به هر حال اگه شعاری دادند و افراد بسیار محدود بودند و تا اونجایی که اطلاعات ما هست اگه سنگی پرتاب کردن در حد سنگ، توی گزارش ها یک سری چیزای دیگه میدن که قابل بررسی هن، چیزی همطوری هم نیست. و تیراندازی صورت گرفت. ما که بعد از نماز برای اینکه راش و لغ میشن معمول همینی که زودتر میره. اونجا که ما رسیدیم صدای تیراندازی را شنیدیم و حادثه بسیار غم انگیزی پیش آمد که خصوصا تیراندازی در داخل مصلی، گاز اشکاورد در داخل مصلی. و این حادثه بسیار واقعا تکان دهنده و غم انگیز بود که هم در داخل مصلی هم توی خیابان که توی مردم که نماز تمام میشه طبق معمول همینه که از همه این درها بیرون میرن برای خانهشون میرن. مصلی مردم جای نماز یا چادر بشانه داشتن که صحن مصلی خاکی است و دیگه هیچ هدفی نداشتن. و لحظه اتفاق واقعا که پیش آمد بسیار تکان دهنده بود، بسیار سخت بود و مردم اینجا توی ایسان تیر خوردن و بسیاری کشته شدن از مردم، بسیاری زخمی شدن و مردم حیران شدن که این تیر از کجا می آید و این تیر به چه هدفی به اونها که در محل نمازن اصابت می کنن. و واقعا چیزی که ما فکرش را نمی کردیم، برای او آمادگی نداشتیم و با او حادثه مردم روبرو شدن. و در کل به هر حال مردمی که توی خیابان و مصلی و تیر خوردن چیزی که خیلی نگران کننده اینه که بسیاری تیر به سر خوردن و تیر به سینه خوردن. بودن کسانی که به قسمت پایین بدن هم تیر بخورن، ولی بسیاری از اینها، اکثریت اینها تیر از کمر به بالا خورده است. برخلاف عرف دنیای اگر جای بالاخره کسی مستحق باشه و مجوز داشته باشه برای تیراندازی، معمولا غیر از تیراندازی جایی که شلوغی میشه در ایران یا جاهای دیگه، معمولا از گاز اشکاور استفاده میکنند، از راههای دیگه استفاده میکنند. و اگر یک وقت نیاز به تیراندازی بیفته در این حالت خیلی سخت تیر به پا میزنند. اما اینجا متاسفانه اونطور نشد و روی این جنایت ما با شدت تمام محکوم میکنیم. و به هر حال ما خواهان این رسیدگی به این موضوع هستیم که این موضوع مهمترین چیزی که ما دوستان ریسفیدان و علما در جمعشون همه ما اعلام کردیم آنه که ما گفتیم چیزی که دل مردم ما را تسلی میکنه و ما
می توانیم که راحت باشیم. انتظاراتی که ما داریم از مسئولین کشوری و از مسئولین بالا آن است که این واقعیت را بی‌طرفانه و این واقعیتی که اینجا رخ داده او واقعیت را ببینند و دقیق این بررسی بکنند که این مردم کجا زده شدن، کجا کشته شدن و مردم به چه جرمی با این فاجعه روبرو شدن. این واقعیت که مظلومیت نمازگزارانه، مظلومیت این شهداست، مظلومیت این مجروحین و آسیب و آفت دیدگان مشخص بشه. و ما هم درخواستمون از مسئولین این بوده که این جنایت را محکوم کنند. و خواسته دیگر ما هم بوده که از جانب مردم، این خواسته مردمان و خواسته این بوده که کسانی که مرتکب این گناه شدند، مرتکب این تیراندازی شدند، مامورینی که بر روی مردم آتش کشیدند، مردم نمازگزار، مردمی که نماز خواندند و در حال برگشتند، مردمی که توی مصلان، مردمی که هیچ کاری هم انجام ندادند، به این مردم آتش کشیده شده است. این مأمورین و آنهایی که اینا را فرمان دادند که کارا بکنند، اینها مورد شناسایی دقیق قرار بگیرند و هرچه که مجازات قانونی هست، مجازات شرعی، باید به کسانی که اینا را فرمان دادند اونها به مجازات قانونی، به مجازات شرعی و اسلامی برسند. تا آینده ما توی این شهر که زندگی میکنیم احساس امنیت بکنیم. امنیت مسئولیت دولت هست. حاکمیت و نظام مسئول جان مردمه، مسئول امنیت مردمه، مسئول اموال مردمه، مسئولیت حیثیت مردمه. حاکمیت باید قانون اجرا بکنه بر کسانی که تخطی کنند، بر کسانی که قانون شکستند و کسانی که بر این مردم ظلم کردند. به هر حال اینها خواسته ما هست که اینها به مجازات قانونی برسند. به هر حال هم کمیسیون امنیت امنیت ملی، از کمیسیون امنیت ملی هم هیئت مجلس فرستاده و هم نمایندگان استان آمدن، تشریف آوردن و این مطالب هم با اونها کاملا گفته شده که خواسته مردم، خواسته همه ما اول اینه که مظلومیت ما را باید اعلام بکنن که ما به این قانع نیستیم که بگن این کشته های شما شهیدن، چرا که هم خدا میدانه، هم قرآن میگه شما شهیدید، هم سنت و حدیث میگه شهیدی، بلکه خواسته ما اینه که علاوه از این که این جنایت محکوم بکنن، کسانی که مرتکب این جنایت شده‌اند به هر جای وصل باشند،
در هر مقامی باشند بدون اغماز، کوچکترین اغماز باید به پای محاکمه کشانده بشن و به سزای اعمالشان برسند و به این صورت که دل مردم تسلی میشه. هم باید خسارات جانی، خسارات مالی که به شهر وارد شده و هم خسارات جانی را به حاکمیت و دولت پرداخت بکنه و همه اینها، همه ما ملت ایرانی و ایرانی هستیم و ما بعد از اینکه این جریان پیش آمد احساس کردیم که آتش توی شهر افتاده و میدانستیم که این هم شهر در معرض و خطر سوختن، هم استان و به هر حال همه ما میدانیم که هم دوست داریم و هم دشمن داریم، هم دشمنان خارجی هم هستند و به هر حال ما گفتیم که امنیت حفظ بشه و آرامش به هم نخوره و مردم جان و مالشون در استان ضرر نبینن. مردم استان همینی که بیانیه اول را دادیم که باید و مردم امنیت حفظ بکنن و مردم عصبانی خود را کنترل کنن و استان در معرض ناامنی قرار گرفت و به هر حال مردم امنیت خودشون پاسداری بکنند، حراست بکنند تا این قضیه‌ای که پیش آمده لوس نشه، این قضیه حفظ بشه. ممکنه کسانی که حادثه را به وجود آوردن در صدد باشند که مشکل درست کنند دیگه تا خودشون جان سالم به در ببرند. اما گفته که امنیت حفظ بشه. همه ما مردم استان از هر قومیتی هستند، چه اقوام بلوچن، چه اقوام سیستانیان، چه فارسن، چه شیعان، همه ما اینجا برادری داریم و ما همین میخواهیم که باید شناسایی بشه که این افراد که زدن کیا بودن و هر کسی باشن بالاخره کسی که جرم مرتکب بشه همون باید مجازات قانونی بشه. به هر حال گفته این برادری به هم نخوره. دانشگاه داریم، حوزه داریم، مسجد داریم، بازار، طبقات مختلفه، همه در سایه امنیت زندگی میکنن. اگر برادر کشی راه بیفته هیچی توی استان ما نمیبانه. روی این تاکید ما همین الله هم همین خدمت همه شما مردم عزیز و همه مردم استان که امنیت حفظ بشه. ما امنیت تا ما نگاه داریم و این جنایت هولناک را ما انشالله با شدت پیگیری میکنیم. وزیر محترم کشور هم آمده بود اینجا و ما هم وزیر کشور را دیدیم. معتمدین و ریش سفیدان هم جلسه داشتن با وزیر کشور. هم ما قضیه را شهر دادیم برایشون و واضح کردیم برایشون کل این جریان و هم معتمدین و ریش سفیدان برایشون خوب تشریح کردن موضوع را و الحمدلله یک به هر حال این جریان مردم خواب بودند و این جریان مردم بیدار کرد که بالاخره
حق و حقوقشون را بدون پرده بیان بکنه. اگر ما قبلا ملاحظات داشتیم در بیان کردن، در حرف زدن، بالاخره نه. الان هرچی که واقعیت ما نمیگیم که کسی اضافه چیزی بگه، نه، واقعیت نترسه. همون جلسه نشسته بود یکی گفت آقا شما از چه میترسید؟ الان اتفاقی پیش آمده، دقیقا شما واقعیت حقایق بگید. و اگر حقایق و واقعیت گفته بشه و حقایق و واقعیت مردم نهراسن و نترسن، این بسیار مؤثر خواهد بود. جا داره که بنده واقعا تشکر کنم از کسانی که در این حادثه با ما، با مردم ما همدردی کردن. از ملت مردم شریف ایران، از قومیت های گوناگون همدردی کردن، دل سوختن، دعا کردن، فاتحه خواندن. و هم مردم هر کسی که بیرون بالاخره دلش سوخته و دعا کرده، از همه ما شکر گزاریم. از رسانه هایی که این مسئله این جنایت را انعکاس دادن بی‌طرفانه و صادقانه، دروغ نگفتن، ما از اونها هم شکر گزاریم. ولی از رسانه خودمون ما خیلی گلایه داریم. از این رسانه واقعا حیف است که ما این رسانه را ملی بگیم. رسانه ملی حرف ملت ها میزنه، بی‌طرفانه واقعا را بسیاری خواستن که جای دیگه نسبت بدن. آقا به تجزیه طلبان نسبت بدن، به گروهک ها نسبت بدن. ما زینه خیلی گلایه داریم، ولی حق هیچ زمان مخفی نمیشه. و خورشید که پشت ابرها باشه، تکه پشت ابرها میمانه، خورشید ظاهر میشه. الحمدلله امروز به جرأت خدمت شما میتونم بگم که الحمدلله این مظلومیت مردم ما و واقعیت این قضیه هم برای مسئولین بالا و هم برای مسئولین اینجا، برای همه مردم روشن شده که ما مظلومانه مردم ما کشته شدن و ما تو این قضیه مظلومیم و به ناحق زده شدن. من خودم انتهای حیرانم که آیا اینها که کار کرده ایرانی بودن، هم وطنند. خب هم وطن، یک برادری وطنی ما اینجا داریم، یک برادری اسلامی داریم، برادری خویشاوندی داریم. این همه برادری، این کدوم برادری را با ما داشته که کار کردن؟ و لحاظ روی این خواست داریم که حق، ما از حق یک سری مو بیشتر خواسته نداریم. من همین گفتم، هم با این عزیزانو که به صورت بازرس آمدن، وزیر محترم کشور گفته از ما شما یک سر موی از حق بیشتر انتظار ندارید. حق واضح کنید، حق روشن بشه که به چه جرمی و به چه گناهی مردم عزیز و نمازگزار ما کشته شد. و من گاهی فکر میکنم من که بله اینجا توی این مصلا، اینجایی که ما نماز میخوانیم، توجه کن، توجه حرف من. اینجا که ما نماز میخوانیم الحمدلله، اینجا هیچ وقت حرف تفرقه زده نشده است. همیشه زایدان اینجا نامش پای تخت وحدت بوده، برای اینکه ما
اعتقاد داریم که امت مسلمه نه تنها مردم ایران و ایران زمین و نه تنها شیعه و سنی و معتقدیم همه مسلمانان دنیا باید به هم منسجم باشند و متحد باشند. اساس اعتقاد ما و ما گفتیم روزی که هیچ کس نباشه این حرف نزنه اعتقاد مجموعه ایتانه، اعتقاد شخصی من نیست، اعتقاد علماء ما، اعتقاد دانشگاهیان و فرهیختگان ما، اعتقاد اندیشمندان ما، اعتقاد همه اینه که مسلمانان با هم متحد باشند و ما با تمام ایرانیان احساس همبستگی میکنیم. همه ایرانیان همبستگی وطنی. اینجا حرفی، اینجا گاهی امر به معروف شده، خواسته ها مطرح شده، مشکلات مطرح شده و راهکار هم داده شده در حد اعتدال که ما معتقدیم که اگر حرف این دلسوزان را مسئولین قبول می کردند و دست در کاران، امروز خیلی مشکلاتی که ما داریم مشکلات های پیش آمده و این مشکلات ها ما نداشتیم. تو ایران همه مردم رضایتشون گرفته می شد. اعتقاد ما اینه که حرف مردم شنیده بشه. اگر ما بودیم مسئولیتی می داشتیم، اعتقاد آن بود که ما باید حرف مردم گوش کنیم. مردم چی میگن؟ خواستهشون چیه؟ به خواسته های مردم توجه و به ملت توجه و به هر حال چیزی آنطوری نبوده اینجا که بالاخره بعض توی دلشون عقده پیدا بشه. به هر حال من از شما اول چند بار اگر سوره فاتحه خوانده بشه، سوره اخلاص، که ما به هر حال آرزوی ما این بود که خانه تک تک شما برسیم، علما برسند، ریشسفیدان، معتمدین، تحصیل کردگان، ولی شرایط مساعد نبودی که برسیم. اول شما همه از چند بار سوره فاتحه بخونید و سوره اخلاص و به ایصال ثواب بکنید به شهدایمون. یا رب، آنچه که اینجا خوانده شد پروردگارا ثواب این تلاوت را به ارواح شهدای مصلای جمعه خونین و به همه شهدا و شهدای 72 مسجد الها، به همه ارواح این شهدا، جمیع کسانی که در راه تو کشته شده‌اند، به ارواح همه این ثوابا برسان و درجاتشون عالی بگردان و ثوابشون را نزد خود بالا بگردان. انشاءالله بعد از نماز چند جمله دعا می شود و آخری توصیه بنده خدمت شما همینه که به هر حال ما استانمون به شرایط خودش را داره و از هر چیزی که حیاتی و مهمه اینه که امنیت اینجا حفظ بشه. ما دیدیم همین چند روزه که یک دو روزه که این نارامی بود اینجا چقدر خسارات به شهر وارد شد، خسارات جانی، خسارات محلی و هم بیت المال که مربوط به همه خسارات
چقدر ماشین های شهرداری آتش گرفتن. شهرداری اینجا خودش ضعیفه، چیزی نداره و ماشین شهرداری برای مردم کار میکنه. چقدر اموال شخصی و چه پاساژ های خوب و بازارهای آتش گرفتن و خدا بدانه که نره چه کسی این کارا کردن. این وظیفه مسئولینه که باید به این مسائل رسیدگی بکنن و خسارات جبران کنن، جهانی و مالی را. و توصیه بنده به شما مردم عزیز که اینجا تشریف دارید یا سطح استانید، هر جایی هست، اینه که امنیت استان حفظ بشه، امنیت راهها، امنیت شهرها و روستا، همه جا. و تا انشالله ما پیگیری بکنیم موضوع که مسئولین آمدن میبرم مرکز و وعده دادن به ما که انشالله ما حق رسیدگی میکنیم و متخلفین خواسته ما این بوده که به مجازاتشون برسن. فرصت بدیم ما که این مسئله احقاق حق بشه، حق شهدا ضایع نشه، حق مالباختگان ضایع نشه، حق مجروحین، حق تمام خسارت دیدگان ضایع نشه. تاکید میکنیم امروز همه ما اینجا امروز امنیت تا مردم به عهده گرفتن، همین طوائفند، همین علما هن. امروز مسئولیت امنیت اینجا به عهده خود ما هست و امروز مامور اینجا هیچ کس نیست و خود شما باید نماز که میخوانید بسیار با آرامش و به خانه هایتون برگردید و هیچ نوع احساسات نباشه، با امنیت برگردیم که التهاب موجودی خیلی و لحاظا این التهاب باید ما کنترل کنیم و همه شما تک تک شما امروز مسئولی امنیت هستید، فرد شما و با انشالله امنیت بره. و ضمن من یک چیزی فراموش کردم که در جمعه گذشته از خواهران ما هم شهیدی داشتیم، از اطفال هم شهید داشتیم. الله درجه همه اینها را عالی بگردانه و به جوهر بهتر. من یک خوشخبری هم به شما بدم که دلتون خوش باشه. صالح حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را خواب دیده که تشریف آورده و تسلی داده که شما کشته هایتون همه نزد ما هستند، پیش ما. ما میگه که اگر کسی که تو اینجا نماز آمده روز جمعه که خودش موت شهادت بعد نماز هم بخونه، نماز فرض آمده بکنه، اگر این شهید نشه پس شهید کجایی؟ کرا شهید میگه؟ همین شهید، شهید اینه بدون غبار شهادت. و خواسته ما از مسئولان آن اینجا که به هر حال این افرادی که دستگیر شدند بعد از این حادثه، به هر حال اینها هر چه زودتر آزاد بشن و بررسی اینا مختصر باشه و اینها آزاد بکنن و سریعتر اینا به خانهشون برگردن که خود برگشت این آزادی اینا یک نوع تسلی. ما میخوایم التهاب فروکش کنه و این آزادی اینها در این فروکش تاثیر گذاره و مجروحان که اینجا مجروح شدند هیچ نوع تقصیری اینا نداشتند و لحاظا مجروحین هم که حالشون بهتر میشه با امنیت و راحت به خانهشون برگردن و این هزینه ها این همه باید پرداخت بشن و امیدواریم که الله حقا
فیروز بکنه، حق روشن بشه. و آخری عرض منه، آخری عرض بنده این عرض من میکنم که همه اینه بشنوند که ملک و داری و کشور داری با عدالت امکان پذیره، با ظلم امکان پذیر نیست. و ظلم وقتی که بیاید هیچ کسی خیال نکنه که من به کجا وصلم، به دین اسلام وصلم و به هر جای وصل باشه ظلم پایه ها را تخریب میکنه و ظلم پایدار نیست، ناپایدار. و او شعار اول و شما خیلی ها بعد متولد شدید. سال 57 که انقلاب پیروز شد، صحبت همه علما همین بود که الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. گفتن که کشورداری و ملکداری، ملک با کفر میتوانه باقی بمانه و خیلی دنیا حکومت کفری دارد، مسلمان که نیست اما ملکشون باقیه، ولی ملک با ظلم ماندگار نیست. ظلم که بیاید هر کشوری باشه، هر جای دنیای حرف من عامه، هر جای باشه اگر خود را کسان امام زاده بدانند، پیامبر زاده بدانند ولی ظلم بکنند، به نام اسلام باشه غیر اسلام باشه، ظلم پایدار نیست، ظلم رفتنی است. و حق باقی میمانه، عدالت باقی میمانه، انصاف باقی میمانه. انصافا و منصفا اللہ تعالی کمک میکنه و نصرت میکنه و میمانه توی دنیا. اللہ تعالی همه ما را بهره. مجدد و جمله را تکرار میکنم که حفظ امنیت خیلی مهمه. ما استان میدونه اگر این استان دچار ناامنی بشه خیلی استان ضرر میکنه و لحاظا ما امنیت حفظ بکنیم. همین دلیل عدالت خواهی ماه، دلیل حقانیت ماه. چقدر ما فریاد کردیم برای تبعیض و که تبعیض رفع بشن، نابرابری رفع بشه. برای عدالت چه اندازه فریاد شده. الان ما بالاخره یک طلبه دیگران فریاد زدن و عدالت خواهی ما و حق خواهی ما و حقانیت ما همینه که ما صبر بکنیم و از راه گفتمان حرف میزنیم، صحبت میکنیم، مسائل پیگیری بکنیم. شما حرف بزنید، شما گزارش بنویسید، شما شکایت کنید، ولی امنیت رعایت بشه برای همه انشاءالله. و انشاءالله هنگام خروج هم بسیار با انشاءالله ذکر خدا و درود بخوانید و انشاءالله خارج بشید. تا خانه رو میرسید درود بخونید. و صلی الله علی سیدنا محمد.